السلام علیکم دوستای گرانقدر. ساعت نوشتن دعا یا تعویض. کسایی که دعا نوشته می کند یا تعویض نوشته می کند تأثیر گذار نیست. دعایش تأثیر نمی کند. چرا؟ خاطر چی؟ اینجا یک مشکل داریم. در ایام هفته یا در ایام روز در کدام ساعت کدام دعا را نوشته کنیم؟ اینجا جدولش هست. شما حالا تماشا میکنید در کدام ساعت کدام دعا را باید نوشته کنیم که تأثیر کند. زیادی ها را میبینیم دعا نوشته میکند میگه تأثیر نمیکند دعای من. چرا؟ خاطر چی تأثیر نمیکند؟ مشتری در ساعت مشتری دوستی را نوشته کرده میتونیم. در ساعت زحل دشمنی یا عداوت هم دشمنی را میگه. معنایش دشمنی است. در ساعت زحل عداوت دشمنی را نوشته کرده میتونیم. عطار بستن شهوت زبان بندی را نوشته کرده میتونیم. در ساعت شمس خواب بندی باطل سحر را نوشته کرده میتونیم. قمر در ساعت قمر باطل سحر را نوشته کرده میتونیم. در ساعت مریخ شفای بیمار یا نوشتن دعا. هر کدام دعا را نوشته کنیم میشه. در ساعت مریخ. در ساعت زهره دعا نوشته کنیم تأثیر گذار نیست. فایده نمیکنه. تأثیر نمیکنه. امروز براتون روز شنبه ساعت یا در ایام هفته روزها. امروز براتون روز شنبه را میگم. اول روز زحل یعنی روز شنبه بعد از نماز صبح دشمنی را تعویض دشمنی را یا عداوت نوشته کرده میتونیم. اگر در اول روز دیگر دعا نوشته کنیم روز شنبه یعنی تأثیر نمی کند. تأثیر گذار نیست. هیچ فایده نمی کند. روز شنبه ما مثلا باطل سحر یا بستن شهوت یا خواب بندی یا دوستی را نوشته کنیم اول روز فایده نمی کند. یعنی بعد از نماز صبح هیچ تأثیر گذار نیست. بغیر از دشمنی عداوت. مثلا یک کس از کسی جدا کنیم. خب چاشت نیمی چاشت نماز زهره در چاشت ما دعا نوشته کردن نمیتونیم. روز شنبه اگر دعا نوشته کنیم چاشت فایده نمی کند. تأثیر گذار نیست. میان دو نماز مریخ شفای بیمار نوشتن دعا. مثلا یک کس بیمار است یا سردرد است یا جان درد است یا دندان درد است یا پای درد است یا دست درد است او دعا را نوشته کرده میتونیم. میان دو نماز از ساعت 1:30 تا ساعت 4 بجه ما در شفای بیمار دعا نوشته کرده میتونیم. نماز دیگر عطار روز شنبه نماز دیگر بستن شهوت یا زبان بندی نوشته کرده میتونیم. آخر روز شمس خواب بندی باطل سحر روز شنبه شام نوشته کرده میتونیم. روز بعدی روز یک شنبه را براتون میگم یا نشان میتونم یا تشریح میتونم. بر فعلا خداحافظ ناصرتان.